الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. درباره جشن گرفتن عید نوروز بسیاری از اهل علم فتوا دادند که فرهمند شدن به عید نوروز و جشن گرفتن نوروز حرام است. عبدالله ابن عمرو الله تعالی از او راضی باد گفت: کسی که جشن گیرد عید نوروز را و عید مهرگان را و خود را تشبیه به کفار کند و بمیرد، با همان قوم کفار در قیامت میخیزد. بدانید ای برادران مسلمان که کمترین حکم جشن گرفتن عید نوروز تشبیه کردن خود است به کفار آتش پرست، زیرا نوروز عید آتش پرستان است. از عبدالله ابن عمر الله تعالی از او راضی باد روایت است که گفت: رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: هر کسی که خودش را مثل قوم کند، پس آن شخص از همان گروه است. پس باید بدانید ای مسلمانان که عید نوروز عید آتش پرستان است. هر کسی که این عید را جشن بگیرد، فردای قیامت همراه آتش پرستان میخیزد. پس هر مسلمان را لازم است که از این عید آتش پرستان پرهیز کند. از ابو سعید خدری الله تعالی از او راضی باد گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم: شما راه و روش پیشینیان را پیروی میکنید، قدم به قدم، وجب و به وجب، حتی که اگر آنها در خانه سوسمار داخل شوند شما از آنها پیروی میکنید. صحابه ها گفتیم ای رسول الله، یعنی پیروی از یهود و نصارا؟ گفتند پس دیگر کی باشد؟ اما پیروی کردن از احکام شرعی را الله تعالی برای هر انسان صاحب عقل انتخابش را در اختیار خودش گذاشته است، زیرا بعد از روشن شدن حق از باطل، دین یعنی دین مبین اسلام به کسی نیاز ندارد تا روزی معین که آن روز بیشک روز مرگ است که اختیاری آن در دست انسان نیست. حتی اختیار باز کردن چشمهایش را ندارد که در آخرین لحظه زندگیش نزدیکان و پیوندان خویش را نظر کند. مراد ما نصیحت بود و گفتیم پناهت بر خدا کردیم و رفتیم، و در آخر از الله ذوالجلال تمنای آن را داریم که همه ما و شما را توفیق اطاعت و عبادت اصلی و خالصانه را نصیب گردانده باشد. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.